می‌یابد و گاه به عقل برخی می‌خزد. برخی از آنان در بهار زندگی پیر می‌شوند، اما کسی که دیر جوان می‌شود جوانیش پایاتر است. این چه قشنگ میگه کسی که دیر جوان می‌شود جوانیش پایاتر است. اون کسی که در واقع زخم میخوره، درد میکشه و تو اینها تأمل میکنه و به قنای درونی میرسه، از اون تجربه‌ای که داشته روش فکر کرده و به این نتیجه رسیده، این قنا ارزشش خیلی خیلی بیشتره. مردمی هستند که در زندگی بیراهه میپیمایند و آن را تباه کردند. چه چیز را؟ زندگی را. اینان دست کم باید بکوشند تا در مرگ کامی بیابند. یعنی اینایی که نتونستن زندگی کنن حداقل بتونن خوب بمیرن. ولی خب کسی که خوب زندگی نکرده نمیتونه خوب بمیره. مردمی هم هستند، ببخشید یه خط قبلش موند، برخی میوه ها پیش از آن که برسند در تابستان میپوسند. ببینید این تعابیر استعاره است، در مورد جامعه داره صحبت میکنه. اما همچنان بر شاخه ها آویزان میمانند، زیرا فرو افتادن نمیخواهند. کسانی که دو دستی چسبیدن در هر صورت میخوان که فیمس باشن. مردمی هم هستند که بر شاخه های خود آویخته و چسبیدند. آیا شود که تند بادی بر درخت زندگی بوزد، تا این میوه های پوسیده و کرم خورده فرو ریزند؟ عبارت چه قشنگه. میگه برخی از مردم جانهای سنگینن. جانهای سنگین کیان؟ اونایی که عقاید کهنه پوسیده دارن و اونایی که عرض کنم خدمتون پر از تعصب و تسلب و تفرعن و تکبر و تبختر هستن و حاضر نیستن هیچ عقیده مخالفی بشنون و حاضر نیستن گشوده باشن به گفتگو به نظر مخالف و اصلا سر سوزنی از مواضع خودشون کوتاه نمیان و همیشه در حالت امر و نهی میمونن و زندگی رو برای دیگران و مردمان سخت میکنن، زهرمار میکنن. اینا سبکبال نیستن. اینجاست که نیچه میگه من به خدایی ایمان دارم که رقص بداند. اینا نمیتونن چشم انداز خودشون رو تغییر بدن. اینا نمیتونن پرسپکتیو خودشون رو تغییر بدن. نمیتونن یه قدم بیان اینورتر و ببینن که بله از اینجا یه پنجره‌ای دیده میشه که اون پنجره رو به آسمونه. اینا چسبیدن، جانشون سنگینه، نمیتونن بلندشن، جای خودشون عوض کنن، به پشت سرشون نگاه کنن ببینن یه دشتی هم اونور هستا. اینا چنان سفت چسبیدن، یک محیط امن کذایی برای خودشون ساختن، میگن نه همینی که هست، دنیا همینه، دنیا همین چیزی که من دارم میبینم. هر چقدر هم بهشون اصرار میشه که تو باید بلند شی، یک چرخش اگزیستانسیال داشته باشی که بتونی پشت سرت ببینی، که بتونی وجوه متفاوت، نماهای متفاوت، جنبه‌های متفاوت رو ببینید. این سه تا اصلی که توی پدیدارشناسی رابرت ساکولوفسکی با هم دیگه خوندیم، اینا نمیتونن بلندشن. اما نیچه میگه اون دخترکی که سبکباله، باز این استعاره است، از جانهایی که سبکه، از ذهنی که بازه، گشوده است، میتونه مثل یک مار پوست اندازی کنه، میتونه عقاید کهنه رو دور بریزه، میتونه چشمانداز جدیدی پیدا کنه، جهان رو به طور جدیدی ببینه و تفسیر کنه و زندگی خودش رو زیر و رو کنه، دگرگون کنه، یک انقلابی در درون خودش به وجود بیاره. اینجا بود که ویتگنشتاین میگفت که انقلابی واقعی کسی است که در درون خود انقلاب میکند و انقلابی اونی که ابتدا به درون خودش در واقع پی ببره. و سقراط اینجا بود که اون عبارت تاریخیش رو گفته بود که زندگی نزیست پشیزی نمیارزه، زندگی در واقع بررسی نشده، این زندگی باید بررسی بشه. حالا جانهای سنگین میوه های پوسیده‌ای هستن که نیچه داره آرزو میکنه ای کاش بادی تند بیاد و اینها رو بکنه و شرشون از سر ما کم کنه. اینایی که با این عقاید پوسیده شون عمر ما رو، جوانی ما رو، زندگی ما رو زهرمار میکنن. خودشون دوچار جزمیت و اندیشه های تئولوژیک و ایدئولوژیک هستن، خودشون
دنیا رو بر اساس اون چشمانداز نشسته و پستی که دارن سیاه میبینن و به همین جهت برای دیگری هم زندگی رو حرام میکنن، زندگی رو تلخ میکنن. میگه ای کاش بادی تند بوزه و ما رو از شر این چشماندازها و این افراد و این حکومت خرافه خلاص کنه. حکومت خرافه یعنی یک فرهنگ، یک تاریخ، یک سنت که مشهون از اراجیفه و از باید و نباید اژدهای تو بایدگو که باعث میشه انسان نتونه سبکبال بشه و نتونه به دور دست ها بنگره. اینجا یه عبارت تاریخی دیگه هم داره نیچه، میگه وای به حال کسانی که برهوت را نمیبینند. اینو توی تلگرام تفسیرش نوشته. ولی حالا ببینید میگه برخی میوه ها پیش از آن که برسند در تابستان میپوسند، اما همچنان اینان دست کم باید بکوشند، اما همچنان بر شاخه ها آویزان میمانند، زیرا فرو افتادن نمیخواهند. مردمی هم هستند که بر شاخه های خود آویخته و چسبیدند. تسلب. آیا شود که تند بادی بر درخت زندگی بوزد تا این میوه های بوگندو و پوسیده و کرم خورده بریزند؟ آیا شود؟ ما هم آرزو میکنیم. آقا 10 بار گفتم چنین گفت زرتشت به پیر به پیغمبر، چنین گفت زرتشت رو داریم بخوریم. چقدر بگم من؟ چرا دقت نمی کنید؟ چه کسی میتونه چنین متنی جز نیچه بنویسه؟ چنین گفت زرتشت با ترجمه آقای مسعود انصاری. والا من 10 بار گفتم اینو. میگه بود آیا که واعظان مرگ در رسند و همچون تند باد بر درخت بلند بالای زندگی بورزند. بود آیا که واعظان مرگ در رسند و همچون تند باد بر درخت بلند بالای زندگی بوزند، اما من گامهای واعظان مرگ را کند میبینم. چرا واعظان مرگ گامهاشون کنده؟ چون جانشون سنگینه. اینا توانایی راه رفتن ندارن. تو چنین گفت زرتشت میبینیم که زرتشت میاد اون جان سنگین رو هم به دوش میگیره چون نمیتونه راه بره. اما من گامهای واعظان مرگ را کند میبینم. منظورش کشیشان مذهبی ها رو داره میگه. آنان به بردباری و تاب آوردن دشواری های این جهان اندرز میگویند، اما خودشون هیچگاه در واقع توی این ساحت عمل نمی کنن. فقط میگن که بله شما سختی ها رو تحمل کنید، انشالله در دنیای دیگه مثلا چیز میشه، ما مثلا بهتون اجرش نمیدیم، اینجا زندگی تموم بشه اشکالی نداره، جای دیگه انشالله جبران میشه. ای حرمت شکنان، حالا این نیشه شنید، ای حرمت شکنان شما به ستیز و درگیری با زمین اندرز میدهید، حالان که زمین با شما این کارگران به زیبایی شکیباست. ببین چی میگه؟ میگه ای واعظان مرگ، ای کشیشان، ای سنت های مذهبی، شما چی کار میکنین؟ شما میگین که این دنیا رو ولش کن، به این زندگی نه بگو، این زندگی که اینجا داری رو فدا کن، این زمین رو خار بدار، این تن رو بهش زجر بده که در جهانی دیگر تو به نعمت برسی. میگه ای حرمت شکنان، در این سیاقی که میگه روزگاری کفران خدا بزرگترین کفران بود اما خدا مرد و اکنون کفران زمین سهمگین ترین کفران است. دعوت به زمین یعنی چی؟ یعنی دعوت به زندگی، دعوت به غریزه. میگه من فیلسوف غریزم، یعنی این که بابا من یه جون بیشتر ندارم، یه بار بیشتر به این دنیا نیومدم، پس اجازه بده طوری که خودم میخوام زندگی کنم. این کلیشه ها رو، این هویت های کاذب رو به من تحمیل نکن.
تو حتما باید پزشک بشی، تو حتما باید مهندس بشی، تو حتما باید وکیل بشی، تو حتما باید 20 بشی، تو حتما باید نفر اول بشی، تو حتما باید نابغه بشی. میگه اینا حرمت شکنن، چون مانع زندگی میشن، چون به زندگی نه میگن. میگه ای حرمت شکنان، شما به ستیز و درگیری با زمین اندرز میدهید. این کار درستی نیست. شما دارید مردم رو دعوت به دشمنی به زمین میکنید. دقت میکنید؟ میگه دشمنی کردن با زمین دشمنی کردن با زندگیه. ای حرمت شکنان، شما به ستیز و درگیری با زمین اندرز میدهید، حالان که زمین با شما انکارگران به زیبایی شکیباست. عیسی عبرانی که نوید دهندگان مرگ دیررس با شکوه از او یاد میکنند، در حقیقت پیش از موعد